درود بر شما. طاهری سفر هستم با اخبار امروز پنجشنبه 24 مارس. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از ساکنان شهر اسفره خواست مانع پیوستن جوانان به گروه‌های افراطگرا و تروریستی شوند. او روز 24 مارس ضمن ملاقات با ساکنان این شهر ولایت سوخت گفت فرزندان خود را از راه بد گردانید و نگذارید که آنها به گروه‌های افراطی و تروریستی شامل شده باعث بدبختی خودشان، باعث خجالت و سرخمی والدین و خویشان و باعث کاهش یافتن آبروی ملت گردند. امامعلی رحمان برای شرکت در جشن و برنامه‌های نوروزی به ولایت سوخت رفته است. اسفره از ناحیه‌های مذهبی به حساب می رود و به گفته مقامات امنیتی از اینجا 40 نفر و بعضی با خانواده‌هایشان به سوریه و عراق رفته به صف گروه‌های تروریستی و افراطگرا به مثل دولت اسلامی پیوستند و در جنگ‌ها شرکت می‌کنند. مقامات ولایت قندوز افغانستان میگویند در حدود این ولایت هممرز با تاجیکستان یک گروه افراطگرایان تاجیکستانی به رهبری نفری با نام مصطفی تاجیک فعالیت دارند. امان الله قریشی رئیس ناحیه امام صاحب ولایت قندوز روز 23 مارس به رادیو آزادی گفت مصطفی تاجیک در مناطق تحت تصرف طالبان در ناحیه دشتی ارچی فعالیت میکند. که 2 سال پیش هم زبانای مصطفی کسی فعالیت داشت. اما خود مصطفی نمیفهم که تاجیکستانی هست یا نیست، خب مثلا با زبان تاجیکی صحبت میکنه و هنوز انجینر مهندسان است که 2 سال پیش هم فعالیت داشت. درباره مصطفی تاجیک معلومات زیادی وجود ندارد و روشن نیست که او در واقع شهروند تاجیکستان هست و معلوم هم نیست که به کدام گروه به حرکت اسلامی ازبکستان، انصارالله و یا طالبان تعلق دارد. مقامات تاجیکستان بارها از حضور گروه‌های تندرو در مرز کشور با افغانستان اظهار نگرانی کردند. در نتیجه آتش گرفتن چند خانه در یک بینای بلند آشیانه در دوشنبه 15 نفر آسیب دیدند ولی خوشبختانه کسی هلاک نشده است. در نتیجه سوختار در بینای 9 طبقه در کوچه محمدی و ناحیه سینا در یکی از محله‌های نزدیک به مرکز پایتخت 14 منزل زیست آسیب دیده است و مقامات میگویند حجم زیان وارده مشخص کرده می شود. ساکنان بینا روز 24 مارس به رادیو آزادی گفتند حادثه روز 22 مارس به وقوع پیوست و به آتش نشان‌ها میسر شده است. سوختار را سری وقت فرو نشانند. ما در همون وقت همونجا اشتغل در کامپیوتر بعد یکی ترکیش شد که همه جا علو شد، همه همسایه برآمدند، بعد پژارنیکا MCS اومدن همونجا دو طرف کران برود کشتن، بازور کشتن، با ای طرف خانی ما هم MCS در اومده کشته با هم خیلی کشتیم رفتیم. او پیشم کران کردیم اوکتی. انا ما باینی هشتم و من باینی اما هشتم 2 بلوک انا مجدد فزریش کاسته همه جا علو. ساکنانی که به سبب نفس گرفتن دود به شفاخانه انتقال یافتند بعد از معالجه جواب شدند. آتش گرفتن روغن داغ در یک خانه ساکن بینا در آشیانه ششم سبب فلاکت شده است. بعد فاجعه در یکی از راه‌های پرماشین در نزد یکی از مکتب‌ها در شهر دوشنبه مقامات چراغک نصب کردند. چراغک در نزد مکتب تحصیلات همگانی رقم 14 در مرکز دوشنبه 10 روز بعد از آن نصب شد که در اینجا یک راننده 3 نورس را زیر ماشین کرد، یکی را کشت و 2 نفر دیگر را مجروح کرد. والدان و بعضی از خوانندگان مکتب در صحبت به رادیو آزادی گفتند با وجود آنکه نصب چراغک در راه خطر به جان کودکان را کم می‌کند ولی مقامات می‌توانستند این کار را پیش از فاجعه و پیش از هلاکت دخترک 11 ساله انجام بدهند. گزارش کامل در این باره در وبسایت azadi.org. تیم ملی فوتبال تاجیکستان در بازی‌های انتخابی مسابقات قهرمانی جهان در سال 2018 امروز از تیم استرالیا با حساب بزرگ 7-0 شکست خورد. بازی در میدان ادلاید اول صورت گرفت و فوتبالبازان تیم ملی استرالیا که از دسته‌های قوی‌ترین آسیاست 3 گل را در نیمه اولی بازی و 4 گل دیگر را در قسمت دوم زدند. بازی اول را تیم تاجیکستان در میدان خود با حساب 3-0 به استرالیا باخت. بازی بعدی تاجیکستان در گروه B روز 29 مارس با تیم ملی قرقیزستان صورت می‌گیرد. و جزئیات این خبر و اخبار دیگر در وبسایت آزادی، در صفحه‌های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم صمیمه رادیو آزادی برای تلفن‌های همراه.